شروع کنم؟ آره 3 2 1 برو. سلام رفیق گلم، آتوسام از کانال رویانش. امروز قراره با هم یه شاهکار بکنیم. جادوی ساختن عادتهای خوب رو کشف کنیم. اگه تو هم مثل من قبلا کلی انگیزه داشتی و بعد 2 روز دکمه بیخیالیت روشن میشد، دیگه نگران نباش. میخوام رازایی رو بهت بگم که زندگیمون رو عوض کردن. اول یه اعتراف بامزه بکنم. سال پیش تصمیم گرفتم روزی 1 ساعت مدیتیشن کنم. روز اول حس سوپرمن رو داشتم. روز دوم با کلی زور نشستم. روز سوم گفتم فردا حتما و فرداها هیچ وقت نرسید. تا اینکه متوجه شدم مغز ما مثل یه بچه بازیگوشه. اگه بگی بشین 60 دقیقه آروم باش فرار میکنه. ولی اگه بگی بیا بازی فقط 2 دقیقه چشاتو ببند میپرسه بعدش بهم شکلات میدی؟ قدم اول جرقت رو پیدا کن. مغز ما عاشق نشانه های آشناست. مثلا بدون جرقه هر وقت حوصله داشتم کتاب میخونم. نتیجه هیچ وقت حوصله نیست. با جرقه بعد از خوردن چاره صبح کنار پنجره میشینم و فقط 1 پاراگراف میخونم. اینطوری چایی تبدیل میشه به دکمه اتوماتیک کتاب خوندن. داستان واقعی. خانم همسایه‌مون میخواست هر روز ورزش کنه. جرقش رو گذاشت بعد از باز کردن چشمها قبل از پا شدن از تخت. عملش بود فقط 3 تا حرکت کششی ساده. حالا 4 ماهه هر روز انجامش میده و میگه تخت خوابم یادم میندازه. قدم دوم هدف و مسخره کوچیک کن. یادت باشه اراده مثل عضله است، زود خسته میشه. هدف اشتباه: از فردا روزی 50 صفحه کتاب میخونم. هدف هوشمندانه: فقط روزی 1 پاراگراف میخونم، حتی اگه تو تاکسی باشم. جادوی 2 دقیقه: اگه میخوای پیانو یاد بگیری نگو روزی 1 ساعت تمرین کنم. بگو فقط روزی 2 دقیقه میشنم پشت پیانو، حتی اگه یه دکمه رو فشار بدم. تجربه من 80% وقتا بعد 2 دقیقه میگفتم حالا اگه اینجا هم 10 دقیقه دیگه هم بزنم. قدم سوم: فوری به خودت جایزه بده. مغز ما با در آینده نتیجه میگیری تحریک نمیشه. عاشق پاداش همین الانیه. پاداش بی اثر: با کتاب خوندن باهوشتر میشم. پاداش معجزه‌گر: بعد از کتاب خوندن 1 تیکه شکلات تلخ میخورم. تکنیک پیشرفته: پاداشاتو غیر قابل پیش بینی کن. مثلا امروز شکلات، فردا گوش دادن به آهنگ مورد علاقت، پس فردا 10 دقیقه گشتن تو پینترست. اینطوری مغز مثل کسی که اسلات ماشین بازی میکنه هیجان زده میمونه. 3 تا اشتباه نابودگر رو که خودم تجربه کردم. اول، حمله نینجایی به همه چی. میخوای یه شبه ورزش کنی، زبان یاد بگیری، کتاب بخونی. نتیجه مغز قهر میکنه و همه چی رو کنسل میکنه. راه نجات: فقط هفته 1 عادت انتخاب کن. حتی اگه وسوسه شدی بگو نوبت بعدی. 2. پاداش فراموش شده: 3 روز عادت رو انجام میدی ولی پاداش نمیدی. روز 4 مغز غر میزنه. پس من چرا تلاش کنم؟ راه نجات: یه لیست پاداش‌های فوری تو گوشیت ذخیره کن. مثلا 1. خوردن میوه مورد علاقت. 2. تماشای 1 کلیپ خنده‌دار. 3. فاجعه سازی: یه روز انجام ندی؟ آخه من چقدر بی‌اراده‌ام. همه چی تموم شد. راه نجات: با خودت مثل بهترین دوستت رفتار کن. بگو اشکال نداره عزیزم، فردا دوباره از همون 2 دقیقه شروع میکنیم. 2 تا ترفند نفوذی از گنجینه رازهای من. 1. تکنیک زنجیره‌ای: عادتهای جدید و به کارهای همیشگیت مثل چسب چسبون. مثلا بعد از مسواک زدن 1 صفحه کتاب میخونم. بعد از پوشیدن کفش‌ها برای بیرون 3 تا اسکوات میزنم، حتی اگه تو راهرو باشه. 2. تکنیک شریک گناه: با یه دوست قابل اعتماد قرار بذار، هر شب برای هم پیام بدین امروز انجامش دادم.
اگه یکی انجام نداد باید بره برای دوستش یه شاخه گل 5000 تومانی بخره. اینطوری هم سرگرم کننده است هم مسئولیت ساز. رفیق نازنین، یادت باشه عادتهای خوب مثل گیاهان آپارتمانی هن. نه با فریاد رشد میکنن، نه با نگاه خشمگین. با آبیاری دورانی کوچیک یه روز غرق برگای سبز میشی. حالا نوبت توه. همین الان تو کامنت ها بنویس میخوام برنامه فلان رو شروع کنم. جرقه من فلانه. عمل 2 دقیقه ایم فلانه. پاداش فوریم فلانه. و اگه دوست داشتی این سفر رویانشی رو ادامه بدی، سابسکرایب کن. پلاس زنگوله رو بزن تا ویدیوی بعدی که راز غلبه بر تنبلی در 3 حرکت رو فاش میکنم از دستت نره. همینجا خداحافظی میکنم با کلی امید و انگیزه. آتوسا از رویانش.